عبدالله او یا یک دقیقه بله چند من تو والا میرم خب اب اینجا کار خواهم میکنی خب نه چه که باید از میوه بخوری یا بشینی یا چخی کنی نه دل جان باشه آخه چشم آره من صرفی کنم اینا بله خوبه چشم الهی در بگیر ای زمانه بی بی سنم جانم انار سیستانم کسی به یار خوشیشته نتانه بی بی سنم جانم انار سیستانم برو با یار بگو یار تو آمد بی بی سنم جانم انار سیستانم بم دروازه قندهار جای سنم جانم این بر چیزی مدام میره به خیلی فیلم شیطانی میکنه گردن من در تشنگی بون مردم میکنم بمیاد پشباخ شیر یخی با کجا کنم از این اخچار دارم قرار که دیگه منجوگا بشینم نشو جام کنم خیلی شیطانی میکنه بشین انا دستش بکنده نه نگه چرا باق نکردی اشته مالتای فقط اناره فقط خربیزه موف اینو رو میکنم میدم با مردم آب خدا پر کنم مالی نه مالی نه ما ماجبون بالا باشد یک شیر یخی بخورم تا دل من چیگه هرم یخ کنه بیا از اینجا گاه با من نمیدم یخ با ما نمیدی علت چی کار میکنی؟ باشه کالا برم شیطانی کنم پیش خلیفه بله چی خوردن شما؟ هیچی ما شما گفتم کار کنند لگه نه گفتم بخورند لگه حالا برم به خلیفه شیطانی کنم گردنم من بس هیچی نخوردم اما برفتم والا خلیفه نبود خلیفه بیا برای میگم مردمی میخوره کار نمیکنه چی خوردی لالا؟ تا شکم بکنم تا شکم چه کار نداریم چی میخوردیم من جیبا؟ هیچی هم بکنم آنه کوچیه تو باشه خلیفه بیاید میگم ما شما را گفنیم آنه بیا همینا رو برده شما میخوره همینا رو گردن ایره تا بطی وردشتی یا مشتری مونده بود چی رقم؟ نه تا یک شلک بیرون کجا کردن ها همینا حالا بگم به خلیفه یک گناه دارم گردنم الان ها همین دفعه چی نگیم خوبه خب نمیگه این دفعه نمیگم با دفعه دیگه کار نمیشه نه دلجم باشه دلجم خب اون چیزا رو مالتا شما نپاک پاک کردیم ها بس ای کنم
بله بیبی بیامون باشه برو بیامون خلیفه با پاچالم برو مرینگا بگم خب صحیح خب بس نه یا تو نه یا میرم خوبه سلام علیکم خلیفه جان و علیکم سلام ببخشیم دیگه اما بیبی من بیامدم اینجا مثل که امرو مادر مینا به عروسی خبرم انا گفتم ما شو میریم بده میریم انا نمیاییم انا باز من جا ندارم شو میترسم انا اگه کارو بکنیم بیامدم بعد ما اگه رخصت مر بدیم انا سبب خیر خوشی با وقت میام خاله بیبی شما تو خاله بیبی منم بله تو نمیفهمی که ما اینجا کار داریم هم اینجا تعمید استقبال فکر کنی تای بالای مشتری میاد تو میای میگی راست میگه مشتری کنم خدا خیلی یعنی الان تا بیبی می بیچاره بیامدم ما گفتیم شاید شو نستکیم مثل که عدی زنگ دادن که شو هم مگرم بستکیم با من بیبی می که نباشه شو تا به صبح مگرم بیدار باشم میترسم خونه ما مثل چی داره تو اینجا که بیمید یک کاری هم نمیکنی که به درد من بخوری کار کنم اکثر همین شاگردان پی میاد دست تو شکایت میکنه باز برادر بیبی تام میاد نیه بابا من شاگرد چاغلون بیشم گردن رو بند باشه همه کارا میندازه بیخان من من کاش که مشتری رو میشیشته بعد حالا چی بگم به بیبی خود هیچ چی دیگه بیبی تو میامدن دیگه آدم فلان دیگه مجبورم با بیبی تو بخورم برو بفهمیدی صبح وقتاری بیایی که اینجا یک بار کار داره چشم خوبه برو دیگه چشم خوبه خلیفه چشم برو میگم با تو یک میشکش چی میگم تو من مونده شدم پیش این خلیفه شاگردم فهمیدی با تو یک پینجایی دیگه هم میدم امروز هم بیا بفهمیدی بگو که بیبی من همه چون برار مریضه و با چی کاری و فلان به آمدان مریضه فهمیدی میایی حتما میایی تو فقط پینجایی برو نگم که با تو هفته دیگه میدم و پینجاری میدم با فعلا دستلافی باشه تو هر روز بیا نقش بیبی من کار کن بفهمیدی نقش بیبی من کار کن بگو من بیبی از اینم رخصتی بدن که میره بفهمیدی با امکان الان دکوشی دی فروشی کو بلدی داره برو دست نگی که من گدایم بفهمیدی بگو این نواسه منه خلیفه پرسید بگو نواسه منه بگو میریم برای دوری میریم بفهم مثل دیرو که گفتی به عروسی میره هر روزی بیای با تو پینجایی میدم همالی نه یا که ما برو من که آمدم با بیا تو خوبه بفرمایید مرا بفرمایید لولو یک دو تا معجون دو تا شیریخ دو تا شیریخ دو تا معجون بچه گیلا بیا سک مشتری ها دو تا شیریخ من دو تا معجون برای را بده بیا بله خلیفه مشتری دو تا شیریخ من دو تا معجون برای را بده دیگه تو 4 نفر همینجا چشم بگفتم چشم خلیفه چشم من میارم چشم ببردید تا معجون اون شیرخه و معجون رو ببردم بلیا اینا هم به مشتری مایم بدم خلیفه بیبی می بیام من اما چی میگن که به حساب چیز مثل که بچی خوردی به سراما این چیز شده این مثل که خلطیر شده ما این ببریم این خلطیر از این بگیریم انا نمیفهم بیبی من میگم بچون بیا یک کسی نیه به سرام میگم این چی رقمه بچون تو میه اینجا یک روز بیبی تو میه کما چون به عروسی میره یک روز بیبی تو میه کما چون ما به میمونی خورده میره این هر روزی دلیل شده نمیتونه برو تو بزنی یا کارمندی به بیبی خوبه گو بگم اینجا کار میکنم با بیبی
باشه اینا رو بگذارم پیش مشتری میگم بده برسه کنم بالکن بره ما با دست بیبی خود ما با اعصابم یک سر چی میگم بچه جان بیبی من اینجا کار دارم من اینجا معاش میکنم معاش مختبری من نمیدم باشه اینا رو مشتری برو همین حسابا بیخی هم پیش من با هم ریخت دست سازه که بیبی خلیفه میگم تو خوش داری که همین بچه نادون پیش ما خدای نکرده کاربال بشه چه کار کنم میترسم میگم میشه بچه برار مونه خوار مونه انا میگم میشه کارمندار خدای نکرده بشه خیر باشه امروز عمل بگذاریم برم یعنی من چه کار کنم مثل تو یاریونی ما 5 تا دیگه هم شاگرد داره همونا امروزی بیامدن به پشت میز که خلیفه من چه کار کنم یا فلان کنم یا من بیبی من صدا میکنه یا رخصت بده بیبی خلیفه هرچی میگم ما شما خدمت مشتری داریم کار داریم ما شما هم بیامدیم خود شما ما این ببریم اون ایتا میکنه میگه بیا ساکو تو دیگه اینجا هم خیر باشه همین امروز هم برو تو سر از سوا بیا دیگه به بیبی خوب بگو بگو دیگه کار ما فرض بیبی بگو دیگه نیمرات میبیانی هم از چی بگو اینجا از خود کار دارم بگو من معاش میخورم بیبی کار ما فرضه بیبی شما هر دم میان که ما چون نمیگذار آخر ما کار میکنیم بیلوشه بابا ما با گوش آخر بدار میکنم لالا اگه بمیرم گندگی باش آخر بدار آخر میگم تو بیرو میکنم خیر خلیفه امروز هم میرم برو من پیش بیبی خوب بگو که بیگانی شرایط بگو بیمار بدار میکنم قبول داری که من بدار کنم یک کاری هم تو یاد میداری ما پس تو خیر نمیبینی راست میگه درست کرد پیر مادر از مکی خیر دید که شما از میبینید خیر خلیفه شبران جو پیش می درس را تک تک کو پیش بیاین سلام من نباشین خوب سلام علیکم چی احوال خوبیم خیر و خیریت تیار هستیم سلامتی تشکر بفرمایید به خونه خیر ببینیم تیار هستین بری که واسه که دیکونی الله کسی خب خیلی ببخشین که مزاحم به شما شدم یا که در رابطه به می گیلک بچه شما رسی گیلک یاد گرفته خوبه تیاره استعداد داره یاری کوکا جان اگه راست و پرسیم بیخی ما را اسیر کرده خوب دیگه همین هر روز ما میگیم بلکه امروز خوب شه صبح خوب شه بیخی گنده تر میشه یک روز میای بیبیو که چون ما با عروسی میریم رخصت رو بدیم شما بیبیو بله یک روز میای که چون ما با میمونی میریم یک روز ما چون بده میریم هم هر روز میای اگه کار هم میکنه یا خود شاگردا دیگه جنگ میکنه بالاخره باز هم گفتم با شما به جریان بگذارم که مادر خروز شما نگیم بیای برات زیاده هم بدل کنی چی با ما کاری هم نمیکنه بالاخره که به درد خلیفه خداوند بیاموز مادر از چند ساله که بمرده بیبی مادر بیبی نداره واسطا یعنی چی شما چی میگین اشته بیبی نداره که هر روز میای میگم چون مواسم رخصت یار بدین که من میبرم چون به عروسی میرم چون رخصت یار بدین که من چون میره بچه روش میکنه اشته بیبی پیر جوونه یعنی چی یک مادر پیرزاله میای هر روز برای میبرم من میگم خیر باشه با گل روی بیبی مادر شما باشه گفتم باشه اجازه بدم دیگه آخر گفتم باشه شما رو به جریان بگذارم خیر ببین خدا بیاموزه مادر من چند سال عمر خود شما داد چند سال میشه بیبی از مرده یعنی چی بیبی نمیفهمم با خدا اشته بیبی داره که من خبر ندارم امروز اول که پیش شما آوردم گفتم گوشتا از شما استقونای از مه خیر ببینیم کاکا گوش کش کنیم دودیم بزنیم کار یاد گیره خیر بینه که بده ما بگفتیم راست میگین یا من اجازه خورات ما بسون که من چون من بیبی ما برات ما ماده دیگه بیبی هم میام واقعا اون که نکی میام بتاون بیبی داره ما خبر نداریم یعنی چی شما میگه من چون بیبی رو اون بخور به شما بخشیده خدا بیاموزه مادر ما چند سال که فوت کرده خیر گیلا بیامدی کو بیبی تو بله اینا چی میگن گیلا بله بیبی تو کجا یعنی بیبی تو که بیامد برات تو کدو بیبی من برات من بیامده همین نیم ساعت پیشتر تو خودی نیامدم پیرزالم گفتی بیبی منم چون رخصت ما بدیم درو پری رو پیش پری رو هم هر روز تو میای چی میگن بازار بریم چیش به چیش دروغ میگی واسه که به جلوی راجی آقا خوستاده ای بگو دیگه یک چیزه گیلا با خدا با خدا چی با خدا بابا به خاطر
دیکن از این زیرزمینی اما مونده میشم اون زنکه گدایه بزن گفتم بیا بیبی من چیز کو بیبی من اجازه کدوم گدا اگه تو مکتب ریکدم اگه تو مکتب ریکدم بجستی برفتی برگزی برفتی بیبر این بر اگه تو به نجاری ریکدم به نجاری ریکدم کار از این زوره با خدا کسورا بچه جان یله میکدی گریه کن کن خیره باشه نزنه منتا می آدم با کار نداره تشکر که بیامدیم بگفتیم خیر بینی سلامت باشه زحمت‌ها خوب ببخشین دیگه با ما اگه کار نداریم دیگه یادم سر است و دیگه نه من این قبول ندارم خب من دست تو چیکار کنم ها بگو چیکار کنم من دست تو کار تو دیونه کردی دگران کار نمیکنم این نظام میخوام من آخه چه دروغ میگی چه دروغ میگی خدا خاطر هدایت کنه هنی دیگه پکا کجا خیر اگه بینی. ما کار نداریم که ما برو زنده باشیم خیر بینیم شما زحمت خود بکشیدین تلاش خود بکردیم خیر بینیم خدا هدایت کنه دیگه نمیفهم چیکار کنم دست ازی دیگه نه خوشکار خیر ما رو مسیر میکنه شما رو هم چی جبره حال خلیفه بام 10 جای ری کردم با کار مکتب که نرفت هیچی بام 10 جای ری کردم کسب و کار بر یاد گیره هر جا رفت یک بونه بکا این دفعه دیگه بونه داشت در جا رفت میشه قیموم مرده این رو مثلا با عروسی میریم رو با کجا میریم خلیفه های بیام شکایت این دفعه بازار بیبی بخ پیدا کرده خیر بینیم دیگه تشکر کوری یک جای اگه شاگرد میکردیم دیگه پیگیری بکنیم خیر بینیم تشکر حتما بفرمایید بخونه خیر بینیم زحمت کشیدین خیر بینیم تشکر از شما